میتونی این حلقه رو جدا کنی؟ این پازل چند صد سال قدمت داره. حلقه بین دو قسمت گیر کرده و هر طرف میخوای حرکتش بدی، بالا پایین هر دو طرفش بسته میشه و جلوش گرفته میشه. اما بخش پایینی حرکت میکنه و میتونیم اون رو همراه حلقه به سمت راست ببریم، ولی بازم گیر میکنه و حلقه از بالای پازل رد نمیشه. میتونی امتحان کنی به چپ ببری، اما نتیجه همونه. راه خروج وجود نداره. انگار حلقه اصلا راهی برای جدا شدن نداره. ولی اگه بهت بگم راه حلش خیلی ساده است چی؟ کلید حل همین قطعه متحرکه. فقط باید بدونی چطور ازش استفاده کنی. کاری که باید انجام بدی اینه: حلقه رو با همون قطعه به یکی از دو طرف پازل ببر. وقتی رسیدی اینجا، حلقه رو داخل این خم بذار. بعد قطعه رو برگردون، به بالا بیار و یه بخشش رو وارد حلقه کن. وقتی دو طرف قطعه روی هم میافتن، یه مسیر جدید باز میشه و حلقه خیلی راحت جدا میشه. از این معما خوشت اومد یا ذهنت هنوز دنبال راه ساده‌تره؟